ما خدا را شکر میگیم که برادران ما، خواهران ما در نهضت امروز با اون حدی که مخالفتی که دیگران با استاد نوری داشتن با ما ندارن که کار به این حد برسد. وگرنه من نیمی صبر استاد ندارم. اگر حالا گاگو برادر را خفه میکنیم، ناراحت میکنیم و یک شکر اندیشه دارن، به خاطر اون است که ما نیمی صبر استاد نداریم در این مسئله. هدف اصلی ما و شما این هست که باید با ظلم و ستم در تاجیکستان مبارزه بریم. باید تاجیکستان رو به یک تاجیکستان آباد و پیشرفته و آزاد تبدیل بدهیم. و این مسئولیت ما و شما هست و این در قدرت و توانمندی ما و شما هست، به شرطی که ما این قدرت و توانمندی و وقت و نیرومون خرج مسائل حاشیوی و جزئی نکنیم. یک نفر یک گروه میخوان که امروز با مطرح کردن بعضی مسائل های کهنه و گذشته و اختلاف اندازی اون نیروی محدود ما رو خرج